سلام برای چه خبر؟ همونطور که با خبر شدید دیگه حتی نمیتونیم بیایم یوتیوب. خیلی سخت شده بیایم یوتیوب نگاه کنیم و فیلتر پیدا نمیشه و ما تو این ویدیو قراره چند تا فیلترشکن عالی که همه بازی ها هم با پینگ خوب اجرا میکنه و یوتیوب و اینستا هم به راحتی میاره به شما پیشنهاد بدیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. برای اولین فیلترشکنی که ما معرفی میکنیم فیلترشکن جامپ هستش که شما میتونید به راحتی از فروشگاه نصبش کنید و اجراش کنید و به یوتیوب و اینستا نگاه کنید. و دومین فیلترشکنی که ما معرفی میکنیم فیلترشکن سناتور هستش، سناتور وی پی ان. واردش میشیم رفقا. وقتی که وارد فیلترشکن سناتور وی پی ان میشیم مینویسه در حال دریافت اطلاعات، لطفا صبر کنید. اینجا باور کنید زیاد طول نمیکشه رفقا، مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه اینا طول میکشه، زیاد طول نمیکشه و نیازی زیاد صبر کنید. الان بگید این خیلی طول میکشه و مثلا دیر میاد رفقا، یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. وقتی که این فیلترشکن اومد میتونید به راحتی وصلش کنید و به راحتی ازش استفاده کنید. خیلی هم فیلترشکن عالی هستش و بعد وقتا هم صبح کار نمیده، فقط بکنم ظهرانه کار بده چون فیلترشکن قوی نیست زیاد. ولی یه فیلترشکن هست، فیلترشکن عرض، یعنی بهترین فیلترشکنه. واردش بشید رفقا. وقتی که واردش میشید فیلترشکن عرض در حال دریافت تنظیمات میزنه. ببینید رفقا پانش نمیشه. با تغییر ساعتی سرورهای وی پی ان ما کیفیت اتصال را بالا میبریم. پس نیاز است هر 1 ساعت به برنامه سر بزنید و به سرورهای جدید متصل شدید. یعنی این هر 1 ساعت یه بار فیلترشکن قطع میشه رفقا. شما فقط 1 ساعت میتونید به استفاده کنید ازش. بعد دوباره 1 ساعت تموم شد دوباره میاد 1 ساعت دیگه مثلا بس کنید دوباره این فیلترشکنو و دیگه همینجوری رفقا. واقعا فیلترشکن رایگان پیدا نمیشه و من اینا رو با کلی تحقیق پیدا کردم. واقعا خیلی تحقیق کردم تا اینا رو پیدا کنم و خدا رو شکر بالاخره پیدا شد چند تا فیلترشکنی که وصل بشه و الان نتیجه اینو میخوام به شما نشون بدم. این آی پی رو اصلا هیچ وقت تغییر ندید رفقا و وصلش کنید با این کاوره و وقتی وصل شد دیگه رفقا وصل میشه. این فیلترشکن زیاد طول نمیگیره تا وصل بشه، مثلا تا 1 دقیقه 30 ثانیه اینا وصل میشه. یکی از بهترین فیلترشکن ها باکس وی پی ان که حتما باید نصبش کنید و استفاده کنید. این فیلترشکن تا مثلا 2-3 دقیقه وصل میشه سریع، خیلی سریع وصل میشه. ببینید ناموسا سریع رفقا، خیلی سریع وصل میشه و اینجا وصل میشه. اتصال چک کنم وصل میشه. و رفقا این بود ویدیو ما. اشکای دل و دیگه تا ویدیو بعدیمون خدا نگهدار. لایک و ساب فراموش نشه اگه مفید بود. حالا چون من به وای فای وصلم یه سریاش کار نداد، ولی اگه اینترنت برای خودتون باشه کار میره رفقا حتما. تا ویدیو بعدیمون خدا نگهدار. اشکای دل، ان شاءالله سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.